تربیت گیرنده خانه بچه ها و زبان روسی دیتسکی دام در ناحیه ونج، زاده قشلاق اسکروخ. انا در همون دهه در دوره جنگ بزرگ وطنی، دوره خاتمه جنگ بود، سال 1944 6 ایون، خیلی به تقدیر الهی ما به دنیا آمدیم. اگر امکانیت باشه ام یک شعرک نوشتم برای اویلم. سوال داده که من کیستم؟ بیایم رو پره کنیم. من کیستم؟ داستان به دوستان. در بین 40 و 50 من آمدم به دنیا. خواب و خوراک مردم در خانه های سیاه. میدونید این خانه رو خانه خمیری میگن، خانه بدخشانی میگن که در همونجا علاو میکردن و همه اهل خانواده در همونجا بود، میپختن و دود تا همونجا میفرومد. شبی از شبهای سرد از کجا آمد یک درد، مادرم رنج کشید، اخیرا مرگ را چشید. 3 کودک بیگناه از مادر شدیم جدا. من همون سوال شما را این پرتر میکند. با خواهر 1 ساله، با دادری 3 ساله مرا کلان میگفتند، گرچه بودم 9 ساله. بعد گذشت مادر تقدیر من شد دیگر. با دیدام من راه یافتم، دردی نداشتم ستم. بجفتم در هنرگاه بختخانه ساختیم همراه. صاحب فرزند شدیم، صاحب دیلبند شدیم. در طول 50 و 60 اون جوانیم گذشت. من با وقار میگشتم، از عشق بودم سرمست. تو موضوع عشق سر کرده کو. سالهای 60 و 70 وطنمان بود آباد. نامی او SSR بود. او وطنی دلیری بود. طوری در بالا گفتم مردی مکمل شدم. در آن سالهای پرفیض شخصی با هنر شدم. در نیمه 80 جگربندم کردن گم. باز اینو بدبخت شدم، باز اینو سرسخت شدم. در سالهای 90 عقلمان را کردیم گم. در آن دوری کرختی، در زمان سرپستی محتاج به ترکان شدیم. ما این درباره گپ می‌زنیم که ما همون دوره لیسه شدند. لیسه هایی شدند که حکومت بخبر اینو علاقه لیسه شدند. در آن سالهای کرختی در زمان سرپرستی محتاج ترکان شدیم. آبریز گرگان شدیم. آنها با سری بلند، ما بودیم گول و گرنگ. آن وقت چیزی نداشتیم، نیم گرسنه میگشتیم. هم سالهای 93 94 بعضی ها از کلان ها گفتند ترکان جان ما. آنها لیسیک شدند، فرزندان را خواندند. در اصل این طور نبود. گوسفند و گرگ کی دوست بود. خب این من کیستم گفتم کو. من چی نمیخورد؟ خیلی سوال ممکن بتید نه؟ من چی نمیخورد؟ خوشم نآید. ابری بی باران، کوهی بی تاران، جشن بی یاران خوشم نآید. زن جنجالی، کیسه خالی، از دوست نانی خوشم نآید. شخصی تکبر، مهمان پرخور، از زن بی نور خوشم نآید. از چنگ افغان، از جنگ افغان، از مکر دوران خوشم نآید. از بوی پیاز، از یاری ناساز، از راه درواز خوشم نآید. دوستی نوکیسه، دوغ پاپیسه کند ملیسه خوشم نآید. از جنگ تاجیک، خانه تاریک، از پولی باریک خوشم نآید. از شخصی بدمست، از آدمی پست، از سلاح به دست خوشم نآید. از آشی بیگوشت، از شخصی بیدوست، از غیبت دوست خوشم نآید. از بیکاری، از انتظاری، از ناچاری خوشم نآید. از دودی تپک، از شخصی خپک، کار لک و پک خوشم نآید. از زن نازکش، شخصی خبرکش، بچه سرکش خوشم نآید.